دوستای نازنین، امروز در برنامه خوشخبری داریم. خود شاعرم هستن. حالا ما شما چی رو خطاب کنیم؟ دکتر صاحب، نویسنده بگویم یا شاعر برکن بگویم؟ هر نوعی که شما خوش دارین ما در خدمتتان. خدایا دومره زانی را کړه چې د ځان محتاج نشم. خدایا دومره رزق را کړه چې د بل رزق ته محتاج نشم. میگم من ز جوانی تا جوانی به کجا رسیدم، پیری کجا آمد و جوانی به یاد آمد. اولین موضوع کتاب ما ارزش وقت گذاشتم که همه ما که متولد میشیم تا روزی که از این دنیا میریم کل ما با وقت میچرخیم و وقت زمان چقدر ارزش مهم در زندگی انسان دارد. سلام و احترامات دارم خدمت تمام بیننده عزیز. خدا کنه همتون خوب صحتمند باشین. شما رو خوش آمدید میگم به هدف میدیا و قسمی که با ما آشنایی داریم. من سهیلا سلطانی هستم. دوستای نازنین، امروز در برنامه خوشخبری داریم و میخوایم ما رو همراهی بکنین و همچنان چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین و در صفحات فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک ما رو تعقیب کنین و فکر کنم 12 طبقه است. فکر کنم خوشخبری که گفتم رسید. ما رو همراهی کنین. دوستان نهایت گرامی، شما رو دوباره خوش آمدید میگم. قسمی که بر شما گفتم ما امروز برنامه خوشخبری داریم و خانم سامه وزیر با خود داریم. خوش آمدین. سلامت باشین. سلام و احترامات بر همه بیننده های عزیز بر شما. امیدوارم جور صحتمند باشن و لباس عافیت رو بهتن داشته باشن. بخیر باشین. شما رو خوش آمدید میگم. سلامت. دوستای نازنین، فراموشتون نشه که ما رو همراهی کنین که ما یک خوشخبری داریم در برنامه با خود که از خوشخبری شما خبر شوین. خب خانم سامه وزیر، معرفی مختصر داشته باشین از خودتون. سامه وزیر هستم. از ولایت ننگرهار در کابل متولد شدم. اما تحصیل مکتب همه تحصیلات ما در کابل به پایان رساندم. و روی تحصیلات اینا هم آمدین، روی خانواده هم آمدین. در خانواده چند خواهر برادر هستین؟ ما 8 خواهر و 2 برادر که 5 تاش ازدواج کردن و 3 تاشم 2 خواهر مزمه کرده بزرگ هستن و خودم خورده خانه شد. نام خدا. خب در مورد پانتون هم اشاره کردیم. مکتب تان گفتیم پانتون رو در کابل خلاص کردین. پانتون کدام رشته را خواندین؟ اگر میشه معلومات بدین برام. من سال 1398 از مکتب لیسه عالی مهرآبادی فارغ شدم. با وجودی که محصل بودم در موسسه تحصیلات عالی روانشناسی را آغاز کردم با جناب دکتر حسان نوری. وقتی که روانشناسی را آغاز کردم چون رشته دفاعی ما بود، در کنار از فن بیان آغاز کردم و در سال 1399 محصل پانتون راضی شدم و در اونجا بخش طب آغاز کردم در هندسه ولادی و در جریان ازی هم که محصلم بودم رشته فارمسی رو در سال 14 سال آغاز کردم. نام خدا. دوستای نازنین، خانم ویزی در مورد مکتب خود گفت، در مورد پانتون هم خدا سی رشته را فارغ هستم و همچنان در پالوش روانشناس یک دکتر صاحب محترم هم هستم و میشه در مورد وظایف خود گفتین، در مورد مهارت‌هایتان بگوین چی مهارت‌ها دارین؟ من خودم در بخش نویسندگی مهارت دارم و یک کتاب به نام تهداب زندگی نوشته کردیم و در کنار از این خودم به زبان دری و پشتو شعر نوشته میکنم و دکلمه میکنم. نام خدا. نام خدا نابغه هستن دکتر صاحب. نویسنده هم هستین، گفتین کتاب هم نوشتین. دوستا کتاب خانم سامه ویزی به نام تهداب زندگی. این کتاب مربوط روانشناسی میشه؟ بله مربوط روانشناسی میشه. دوستا پیشنهاد میتونم کتاب مطالعه کنین و از گفته های دکتر صاحب مستفید شوین. خب در مورد شعر شاعری هم گفتین.
نام خود شاعر هم هستین. حالا ما شما چی رو خطاب کنیم؟ دکتر صاحب، نویسنده بگویم یا شاعر براتون بگویم؟ هر نام که شما خوش دارین ما در خدمتتان. خب در مورد شعر گفتین، اگر بتونین یک شعر با ما تکلمه کنین یا اگر کوتاه باشه. شعر دری یا پشتو شما بر زبان که بگویم مشکل نداره. خب ببینیم دوستان نازنین ما چی خود گفتن. خب اگر یک دری باشه یک پشتو باشه، چون هر دو زبان بین‌المللی و رسمی افغانستان است. خدایا دومره زانی راکړه چې د ځوان محتاج نشم. خدایا دومره زانی راکړه چې د ځوان محتاج نشم. خدایا دومره رزق راکړه چې د بل رزق ته محتاج نشم. خدایا دومره عزت راکړه چې مغرور بېلار نشم. خدایا دومره عزت راکړه چې مغرور بېلار نشم. خدایا دومره خانی د ژوند راکړه چې گدا د جهان نشم. شعر پشتو بود که چند وقت پیش نوشته کردیم و شعر دری گفتین. شعر دری دیگه یک کم ذره غزل باشه. ما رو باید آخر ببینیم که دیگه نزدیک شده میریم با خوشخبری و همچنان قسم در برنامه قبلی هم دیده بودیم و ما دکتر صاحب با خود داشتیم در برنامه. نام خدای نویسنده هم هستن، شاعر هم هستن. بفرمایید شعر دری تانم. میگم من ز جوانی تا جوانی به کجا رسیدم، پیری کجا آمد و جوانی به یاد آمد. جوانی چقدر از حد به حد گذشتی، من که پیری عمرم به جوانی نرسیدم. از جوانی به چیره پیری رسیدم، جوانیم افسوس که به عمر بد گذشت. من از پیریم شدم محتاج یک جوان، کاش جوانی که محتاج پیری نمی بود. من غریب بیچاره پیری من، تا کاش کجا برسم به جوانی خود. من ز جوانی تا به کجای جوانی رسیدم، پیری به جان آمد و جوانی به یاد. نام خدا دوستان باور کنیم امروز خود یک نابغه را داریم. فراموش نشه که تا آخر برنامه ما را همراهی کنیم که خوشخبری هم براتون بگویم. خب در مورد شعر شاعری اومدیم، در دنیای اشعار اومدیم. هر شاعر طبعا که دیگه کتابا و شعرهای دیگه شاعران هم میخونن. شما بیشتر کدام سبک تقلید میکنیم و میخونیم؟ ما در سبک فارسی هستم. در ادبیات فارسی ما از حضرت شهریار و حضرت مولانا و در ادبیات پشتو ما که است از غنی بابا و از عبدالرحمن بابا. اونا که دیگه استادا هستن در ادبیات شعر و شاعری. نه خب میشه در مورد کتاب دونه کم به ما معلومات بدین؟ چون دوستان مطمئن هستم که بشه سوال خلق شد، چون من گفتم که کتاب مطالعه کنین دوستان. دیگه یکم معلومات بدین. کتاب تهداب زندگی اولین کتاب روانشناسی بود که خواستم برای جوانان خود بنویسم که کتاب شامل 35 صفحه می باشد و اولین موضوع کتاب ما ارزش وقت گذاشتم که همه ما که متولد میشیم تا روزی که از این دنیا میریم کل ما با وقت میچرخیم و وقت زمان چقدر ارزش مهم در زندگی انسان دارد. دوم موضوع را خودشناسی ساختم که انسان باید خود بشناسد، بعد در چوکات خودشناسی خود بسازد و بعد به موضوع بعدی ما خودشناسی ساختیم و موضوع دیگه اعتماد به نفس، عزت نفس. آنانی که عزت نفس ندارن در کدام جدول هستن، تست ها هستن، خب باید خانه پوری بشون، خود مقایسه کنن که در کدام رتبه در کدام تست یا قرار دارن، آیا افسرده هستن، اعتماد به نفس دارن ندارن، عزت نفس دارن، چقدر در زندگی خود حاکم هستن، چقدر اهداف دارن، کلید صبر، چقدر در زندگی خود صبر داشته باشن. خیلی خوب. بعد از شاعران دیگه ذکر شده. خب دوستای عزیز، شما مطمئن هستم برنامه روان درمان هم تعقیب کردین. دکتر صاحب در مورد افسردگی هم گفته بود. خب مطمئن هستم که از گفته های دکتر صاحب مستفید شده باشین و در مورد کتابشون هم معلومات داد. کتاب میتونین خریداری کنین، ازش مستفید شین. و من اصلا خواهش میکنم دکتر صاحب، مطمئن هستم که دوستان هم قسم یک چیز میخواین از بین صفحات همین کتاب خودتون نوشته کردین، متنش که خودتون دوست داشتین و سعی نوشته کردین رو به دوستا که بخواین ارائه کنین خوش میشه. خوش میکنم. معنای زندگی قصه آمدن و رفتن است. یک عمر باید لبخند را دوستید. واو چیه؟ یعنی کوتاه ولی خیلی ولی یک دنیا حرفش هست. سلامت باشین. یعنی معنای زندگی که است رفتن آمدن است. یک روز یکی میره یکی به دنیا میاد. باید از این دنیا از این زندگی یک لبخند ما باید بزدی کنیم و بخندیم. خب دوستان خوشخبری یادتان نره، ما را همراهی کنین و نام خدا میبینیم دکتر صاحب استادم هستن، شاعر، نویسنده. نام خدا. خب در مورد شعر آمدیم گفتیم، قصه کردیم و در مورد زندگی هم گفتیم، درد و رنجاش هم گفتیم.
طبعا که زندگی خاطرات جالب هم داره، خاطرات تلخ هم داره. اگه خاطر جالب داره بر ما بگوین، مثلا دم چیزا نوشتن همین کتاب اگر بوده باشه. خاطرات جالب من بود که الان که تصمیم گرفتم باید به فرداش کتاب چاپ کنم و خواستم که این کتاب چاپ شود. روز که این کتاب چاپ کردم خیلی خستم بودم. شبخانه که کارهای عملی رفته بودم در شبخانه قمرخیل. دوباره برگشتم کتاب که چاپ کردم و میره کتاب که در آغوش گرفتم گریه کردم در اون مطبعه که ما واقعا با وجودی که یتیم هستم، پدر خودم از دست دادم و در خانه کسی نیست که طبعا حمایه باشه و این میره توانستم با پولی که ما به دست آورده بودم و این چاپ کردم با ما یک افتخار بود. هم خاطره جالب میگن عشق خوشی، واقعا عشق خوشی ریختن. خب در مورد زندگی هم حرف زدیم، حرفایی گفتیم، کتابتان معلومات که دادیم. از سرگرمیاتون بگویم. طبعا شما بیشتر مطالعه میکنین، دیگه سرگرمی هم داریم. بله، چون در کنار مطالعه قدم میزنم یا با دوستان یکم که مذاق میکنم، چون همین سرگرمی باید مطالعه کردیم، اما خستگی ها باید رفع شود. یکم که شوق هستم، بعد وقت شوخی میکنم در خانه، چون باید فامیلم یکم سرشار باشه. و از ورزش، دنیای ورزش هم بریم یک بار. کدام ورزش بیشتر دوست دارم؟ ما بازی کرکت بیشتر دوست دارم. ولی خواهم شما خیلی خوب. خب دوستا شما هم دیگه مطمئن هستم که بسیاریتان کرکت اینا رو دوست دارین و این دکتر صاحب هم کرکت اینا بازی کردن میتونید خودتان؟ بله، ما که طفل بودیم در ولایت ننگرهار بازی میکردیم. خیلی موفق باشین. خب ما اصلا چند سوال دارم، فقط با بله نخد جواب بدین. دوستا پیش از که برم طرف سوالات برنامه رو همراهی کنین، تعقیب کنین. خوشخبری دیگه بخیر نزدیک شده میریم و سوالات بله نخد میریم. درست است؟ فقط با بله نخد جواب بدین. اگر در موقعیت قرار بگیری که افغانستان ترک کنی میری از افغانستان؟ نخیر. ازدواج کردین؟ نخیر. خب خیلی عالی. دوستا نمیخوایم خسته شوین. اینجا دکتر صاحب تقدیرنامه آورده با خود، میخوام براتون نشون بدم. خب دکتر صاحب اگه لطف کنین برام. نام خدا. خب بیا اول از این شروع میکنیم. درست است؟ اول باشم نشون بدم. این تصدیق نامه است که از کلینیک لاشفا بعد سوردم در رشته فارماسی. خیلی عالی. موفق باشین. نام خدا ما خیلی خوشحال هستیم همچون بانوایی دارین در افغانستان. و اینا این تقدیرنامه از مؤسسه تحصیلات عالی راضی بعد سوردیم که رئیس صاحب در یادلور در بخش کتاب که نقشه کرده بودیم عطا کردن. خیلی عالی. و همچنان یک تقدیرنامه دیگه هم هسته. این از مؤسسه تحصیلات عالی ناصری در رشته روانشناسی. خیلی عالی، خیلی عالی. موفق باشین. با تقدیرنامه دیگه هم اینجا هست، ولی این برای سوالات چی میکنم درست است نشان میتونم بر دوستا. واقعا نوبغه با خود داریم و ما همراهی کنیم. نظر با خوشخبری هم نزدیک شده میریم. خب سوالات گزینه است. درست دکتر صاحب؟ در بین فامیل، در بین اعضای فامیل کدام بیشتر دوست داریم؟ مادرجان دارم، پدرجان، خواهرها، برادران؟ پدرجان فوت کردن، چون پدرجان ما زیاد دوست دارم. بعد از مرگ پدرجان مادرجان ما زیاد دوست دارم. دیگه فامیلا از خواهر گرفته، از برادر گرفته همه شیرین هستن، همش احترام، قابل احترام هستن. یه با مادرجان ما زیاد دوست دارم. خب قسمی که دوستان شما میدونین من خدا دکتر صاحب در بخش فارماسی، روانشناسی اینا تقدیرنامه اینا هم داشتن. در بین همین سه رشته خواندین کدامش بیشتر دوست دارین و اما علاقه‌مندتون بیشتر به کدام رشته خواندین است؟ رشته که من زیاد دوست داشتم و الان بیشتر علاقه‌مندش هستم رشته روانشناسی. و یک سوال میخوام اصلا بپرسم که اگر در افغانستان با دنیا نمی اومدین دوست داشتین اهل کدام کشور باشین؟ عربستان سعودی. خب دوستا میریم به طرف تقدیرنامه که دوستا خسته نشن. خب یک تقدیرنامه را در بخش استادی گرفتیم، یک از استادای برتر. خب خیلی خوب. و بش که اینجا بانم این تقدیرنامه هم در بخش شاگردی گرفتیم که از مرکز آموزشی نظارت تعلیمی در بخش سخنرانی فناوری. خیلی عالی. پس سخنور هم هستیم. دوستا تقدیرنامه‌های دکتر صاحب خیلی زیاد هستن ولی ما از مهارتاشون آگاه شدیم. و خدا دکتر صاحب هم هستن، در پولیش نویسنده و شاعر هم هستن. یک سوال میخوایم هستن بپرسم. میخوایم نظرتون بگیم چون شما روانشناس هم هستین، در پولیش نویسنده و شاعر. به نظرتون رفیق خوب کیست؟ کی نمیتونه
بگویم؟ دوست خوب بهترین دوست است که هیچ وقت در زندگی با انسان دروغ نگوید، یعنی خیانت وجود نداشته باشد و بهترین رفیقی است که نه در حالت سخت شما رها نکند. در روز خوشی پیش هر کس آشنا می‌گردد و در حالت سخت بهترین رفیق است که شانه بر شانه دوستا شود و در خوشی‌های بیشتر از خودت خوش باشه و در غم بودن بیشتر از غمگین بودن تا غمگین باشه. خیلی عالی، بسیار نظرات خوب، بسیار گفته‌های عالی. دوستان عزیز دیگه کم کم نزدیک شدیم، میریم با گفتن خوشخبری و دوستان خوشخبری براتون بگویم، زیاد شما رو منتظر نمیمانم. خوشخبری است که خانم ساما وایزی همکار ما است و از یه در برنامه همراه خودم میباشه و خوش آمدید میگم شما به تیم هدف میدیا گروپ. ما هم خوش هستم که به تیم هدف میدیا گروپ آمدم و انشالله که برنامه های تیوی را برای بیننده های ما می داشته باشم و تشکر از شما از دعوتتان. انشالله که موفق باشین و تشکر از گروپ هدف میدیا. سلامت باشین دوستا. خیلی دوستای عزیز تشکری میکنم از اینکه برنامه را همراهی کردین و همچنان ای که خوشخبری هم شنیدین دیگه. نابغه دکتر صاحب بگویم، استاد بگویم، شاعر، نویسنده از این همکار ما هستن. ما با هم دیگه برنامه می داشته باشیم، برنامه ما رو تعقیب بکنین و همچنان دوستای نازنین میخوام براتون بگم که در کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین و در صفحات فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک ما رو همچنان تعقیب کنین و همچنان منتظر کامنتاتون هم هستم. و در اخیر میخوایم یک پیام از خانم ساما وایزی داشته باشم. ما خوشمند هستم از جوانای خود که اهداف داشته باشن، همیشه برنامه‌ریزی داشته باشن و برای اهداف خود کار کنن. هیچ وقت تسلیم نشد به سختی‌های زندگیتان، هیچ وقت تسلیم نشین و هر درد، هر رنج قوت انسان است. پس همون قوت انسان بودنتان را استفاده کنین و در زندگیتان پیشرفت داشته باشین و برنامه‌ریزی‌های درست داشته باشین تا به موفقیت‌های بیشترتان برسید. خیلی سلامت باشین خانم ساما وایزی و شما رو دوباره خوش آمدید میگم به تیم هدف میدیا گروپ. سلامت بخیر باشین. تشکر از شما بیننده‌های عزیز، هر کجایی که باشین در زیر سایه رحمت خدا یکتا مهربان باشین. موفق و سربلند. زنده باشین، سلامت باشین. دوستای عزیز، من نگذیر هستم از خصوصیات مرخص شوم. شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم تا برنامه دیگر. بدرود.